دیشب فقط 2,400,000 چراغ نفتی داخل ظرف‌های سفالی کوچک کنار رودخانه مقدس هندوها در شهر آیودیای هند به مناسبت جشن دیوالی روشن شد. دیوالی یکی از بزرگترین جشن‌های مردم هند قرن‌هاست که به نماد پیروزی نور بر تاریکی پاییز هر سال برگزار می شود. در این جشنواره 5 روزه مردم دعا می خوانند و آتش بازی می کنند. هندیان در این روزها خانه‌های خود را با چراغ‌های نفتی کوچک، فانوس‌های کاغذی و یا رشته‌هایی از نور روشن نگه می دارند. در کنار چراغانی کردن خانه‌ها و بناهای مختلف، ترقه بازی‌ها بخشی از مراسم این جشن است. صدها میلیون ترقه و مواد آتش‌زا از غروب دیشب تا بامداد امروز به هوا پرتاب شد. باید به حکم دیوان عالی کشور در ممنوع بودن استفاده از ترقه عمل می‌شد. این وضع هوای ماست. نفس کشیدن سخت شده. وقتی دیوالی تمام شد، نمایشگرهای کیفیت هوا اعدادی وحشتناک را ثبت کردند. در برخی مناطق دهلی این عدد به حدود 1000 هم رسید. هر فردی تفکر خاص خودش رو داره، اما دود کار اشتباه عده‌ای به چشم همه میره. امروز علاوه بر دهلی، شهرهای کلکته و بمبئی هم جزو آلوده ترین شهرهای جهان بودند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.